سلام، من علی بامداد هستم، مربی رشد فردی و مشاور زندگی. خدای یکتا رو سپاسگزارم که در این مسیر زیبا همراه شما هستم. گاهی اوقات پیش میاد که از همه چی گله‌مندیم. از هر چیزی که توی زندگیمون اتفاق میفته راضی نیستیم. همیشه فکر میکنیم که خداوند داره ما رو مجازات میکنه. اینجور احساس میکنیم که خداوند با ما مشکلی داره که این اتفاقات بد گاهی اوقات برای ما میفته. همیشه بر این باور بودیم که ما که توی زندگیمون آدم خوبی بودیم، سعی کردیم که به آدمها کمک کنیم، سعی کردیم که باهاشون مهربون باشیم، سعی کردیم که حمایتشون کنیم، سعی کردیم که بهشون عشق بدیم. هیچ وقت برای اونها آدم بدی نبودیم، ولی همیشه برعکسش اتفاق افتاده. در حقیقت خداوند خودش هم میدونه که ما آدم بدی نیستیم، چون که جزئی از خودش هستیم. این سوال توی ذهن ما به وجود میاد که پس چرا آدم‌های بد توی مسیر زندگی من قرار میگیرن؟ چرا آدم‌ها میان به سراغ من که به من آسیب بزنن؟ بیاییم با هم به این درک عمیق و بزرگ و به این باور برسیم که خداوند هیچ کسی رو بدون دلیل وارد زندگی ما نمی‌کنه. هر کسی که وارد زندگی ما شده یه رسالتی داشته. قراره یه درسی رو به ما یاد بده. شاید این سوالم توی ذهن شما به وجود بیاد که چرا اونها؟ جواب اینه بدون حضور اونها هرگز ما اون درس رو یاد نمی گرفتیم. هر کسی که می بینیم آینه ایه که بخشی از خودمون رو داره به ما نشون میده. بعضی ها روشنی های درونمون رو دارن به ما نشون میدن. بعضی ها هم زخم هایی رو دارن به ما نشون میدن که وقتش رسیده درمانشون کنیم. هر تجربه‌ای که الان داریم به خاطر اشتباهات گذشتمون نیست. به خاطر اینی که ما رشد کردیم، شخصیت ما بزرگ شده و ارتقا پیدا کرده. باید یادمون باشه هر چیزی که امروز اذیتمون میکنه یه روزی میفهمیم که باید برامون اتفاق میافتاد و چقدر برامون لازم بود. خداوند آدم‌هایی رو که ما دوست داریم رو وارد زندگی ما نمی‌کنه. خداوند آدم‌هایی رو که ما بهشون نیاز داریم رو وارد زندگی ما می‌کنه. هر چیزی که ما در حال تجربهش هستیم، هر چقدر هم که دردناک باشه، بخشی از وجود ماست که داره شفا پیدا میکنه. اینو ما انتخاب نکردیم، روح ما انتخاب کرده. روح ما همیشه میدونه که چه چیزی رو لازم داریم. اینو باید بدونیم که اون چیزی که فکر میکردیم که نباید برامون اتفاق بیفته دقیقاً همون چیزیه که باید برامون اتفاق میافتاد تا ما رشد کنیم، تا ما ارتقا پیدا کنیم.
خداوند هرگز به فکر این نیست که ما رو اذیت کنه یا ما رو مجازات کنه. خداوند ما رو دوست داره. خداوند عاشق ما هست و هر چیزی که الان داره ما رو اذیت میکنه داره به ما کمک میکنه که تا ما رشد کنیم، بیدار بشیم. ما با این اتفاقات، آدم‌ها و چالش‌ها بیدار میشیم، یاد میگیریم. فقط لازمه که توی این مسیر کمی صبر کنیم. روزگارتون پر از اتفاقات خوب و قشنگ.